به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. آیا می‌توانم رابطه‌ام را نجات دهم؟ چگونه تشخیص دهم که باید در رابطه‌ام بمانم یا بروم؟ نویسنده دکتر مایکل اس برودر، مترجمان دکتر شمس‌الدین حسینی، الهام آرام‌نیا. انتشارات نسل نواندیش در تهران این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. من از مقدمه این کتاب صرف نظر می کنم چون بسیار طولانی هستش. از بخش اول کتاب برای شما می خونم. رابطه شما. لطفاً با من همراه باشید. این کتاب درباره شما، آینده تان، انتخاب هایتان و قدرت انتخاب شما. این کتاب درباره روابط است و اینکه چه عواملی رابطه را کارآمد می کند و چه زمانی تلاش ها در این راستا بی ثمر خواهد بود. همکنون رابطه شما در کدام مسیر حرکت می کند؟ آیا و چطور می توان رابطه را نجات داد؟ آیا باید رابطه را نجات داد یا خیلی دیر شده است؟ قبل از این که بفهمیم به کجا باید برویم، مهم است که بدانیم اکنون در کجا قرار داریم. در فصل اول سوالات بسیاری از شما می شود. درست شبیه سوالاتی که اگر در مطبم حضور یابید از شما خواهم کرد. اما باید به سوالات به طور ذهنی و در خلوت خودتان پاسخ دهید. پاسخهایتان به شما کمک خواهد کرد تا انتخابهایی را که در این کتاب با آنها روبرو می‌شوید ارزیابی کنید. سوالاتی که مطرح کردم موجب می‌شود درکی بهتر از شرایط کنونیتان و انتخاب‌های مربوط به آن به دست آورید. فصل دوم نیز شامل پرسشنامه است. بله، سوالات بیشتر که کمکتان خواهد کرد ارزیابی جامع‌تر و کاملتری از رابطه‌تان به دست آورید. هرچه بیشتر به درک بهتری از عواملی برسیم که رابطه شما را به شرایط کنونی کشانده است، اطلاعات و راهبردهای مطرح شده برای برطرف کردن شرایط کنونیتان با معناتر خواهد بود. از این رو بخش اول کتاب شامل ابزارهایی می شود که شما را ترغیب و آماده می کند راه حل‌های مورد نیازتان را بیابید. فصل 1. چرا این کتاب را خریدید؟ وقتی از اشخاص میپرسم چرا به این کتاب نیاز دارند، جوابهای زیر را مطرح میکنند. میخواهم یاد بگیرم چطور میتوانم همسرم را تغییر دهم تا با هم زندگی شادی داشته باشیم. میخواهم مطمئن شوم قبل از ترک همسرم هر کاری لازم بوده انجام دادم. برای خاطر فرزندانم. میخواهم بفهمم چطور موضوعی که ابتدا تصور میکردم درست است، حالا احساس میکنم اشتباه است. فقط میخواهم بفهمم چرا این اواخر خیلی عصبانی و افسرده هستم و اینکه آیا میتوانم کاری برای آن انجام دهم یا نه. احساس میکنم دیگر چیزی بین ما باقی نمانده است، اما نمیتوانم ترکش کنم. از این رو شاید بتوانم برای اصلاح زندگی مشترکمان راهی بیابم. من بچه میخواهم، در حالی که همسرم که دوستش دارم بچه نمیخواهد. حالا وقت تصمیم گیری است که آیا باید او را ترک کنم تا نیازم را به شیوهی دیگر یا با فردی دیگر برطرف کنم یا نه. همسرم معتاد نیست، بچه ها را اذیت نمی کند، بدرفتار نیست، با این حال احساس شادی نمی کند. ما به یکدیگر علاقه داریم اما عاشق هم نیستیم. دیگر نمیتوانم بدرفتاری هایش را تحمل کنم. بچه ها بزرگ شدن اما ما بزرگ نشدیم. احساس رضایت نمی کنم. جدا از این که بمانم یا او را ترک کنم، میخواهم بدانم آیا راهی برای زندگی با یکدیگر وجود دارد یا نه. آیا ممکن است جواب شما یکی از این عبارات مطرح شده در بالا باشد؟ اگر نه، پس چطور به این سوال جواب می دهید؟ در هر حال به آن جواب خواهید داد.
به خواندن آن ادامه دهید. آیا احساس تنهایی می کنید یا حتی عجیبتر درباره مسیری که در رابطه تان در پیش گرفته اید فکر می کنید؟ اگر چنین است اجازه دهید به شما اطمینان بدهم که وجود دودلی در رابطه ها فرایندی معمول شده است. ما همه می دانیم که آمار طلاق به بالای 50% رسیده است. این آمار شامل کسانی است که با هم زندگی می کنند و سپس جدا می شوند. کسانی که در رابطه بلند مدت هستند اما با هم زندگی نمی کنند. کسانی که در رابطه کوتاه مدت هستند و رابطهشان می تواند عاطفی تر باشد و کسانی که در زندگی مشترک و دیگر روابط بلند مدتشان باقی می مانند اما آن را رضایت بخش توصیف نمی کنند. به همه این روابط رابطه ای را هم اضافه کنید که بنا به دلایلی تا مرحله جدایی پیش رفته است اما هر دو طرف راه حلی رضایت بخش برای مشکلشان پیدا کردند. من نمیتوانم تصور کنم کسی در مرحله از زندگیش و در یکی یا چند ارتباطش با چنین شرایط بغرنجی روبرو نشده باشد. گاهی هر دو طرف درگیر در رابطه تصمیم میگیرند که به رابطه ادامه دهند یا از هم جدا شوند. گاهی یکی از طرفین به تنهایی چنین تصمیم میگیرد. در واقع اگر از من بخواهید صحیح ترین جمله را درباره رابطه بگویم این است که برای اینکه رابطه‌ای شروع شود یا ادامه یابد در هر دو طرف باید درجه‌ای از اشتیاق، تلاش یا حداقل همکاری وجود داشته باشد. اما برای اینکه رابطه‌ای خاتمه یابد فقط کافی است یکی از طرفین خواهان آن باشد. اما تا وقتی فضایی به اندازه یک شکاف باز باشد حداقل از لحاظ نظری امکان بهبود شرایط وجود دارد. 2 ستون اصلی رابطه‌های کارآمد. قبل از اینکه ادامه دهیم بیایید چارچوبی برای ادامه موضوع تعیین کنیم. من در کتاب هنر با یکدیگر ماندن 2 مؤلفه مهم روابط کارآمد را بیان کردم: اشتیاق و آرامش. در رابطه‌های بلند مدتی که نیازهای هر دو همسر برطرف شود هر دو طرف تا حد قابل قبولی اشتیاق و آرامش به دست می‌آورند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به این 2 عامل بیاندازیم. اشتیاق در واقع انرژی احساس عاشقانه و تمایلات جنسی است که از همان ابتدا شما را به عنوان زوج با هم نگه می‌دارد. اشتیاق عامل انگیزه بخش قدرتمندی است و موجب می شود دریچه قلبتان را به روی کسی باز کنید و خمیرمایه‌ای است که جلوه های مختلف صمیمیت را همچون میل و کشش، علاقه و تمایل شکل می دهد. اما اشتیاق به تنهایی موجب دوام رابطه نمی شود. دومین مؤلفه آرامش است. آرامش در واقع توانایی حل و فصل مسائل، لذت بردن از بودن با یکدیگر، احترام گذاشتن به یکدیگر، اشتراک در شیوه‌های زندگی و اهداف و ارزش‌های مشابه مالی، بچه‌ها، برنامه‌های شغلی و غیره و همزیستی توأم با رضایت خاطر در کنار یکدیگر است. وقتی پای تعهد دادن به یکدیگر وسط بیاید، اشتیاق بخشی از وجود شماست که از قلبتان میآید. اما این مغز شماست که تعیین می‌کند آیا رابطه‌تان سطح مناسبی از آرامش را برای شما فراهم می‌کند که به آن تعهد بدهید یا نه. در واقع حفظ سطح بسنده‌ای از اشتیاق و آرامش برای هر یک از شما وظیفه‌ای است که باید در تمام طول رابطه به آن متعهد باشید. رابطه‌های مشکل‌دار. رابطه‌های مشکل‌دار در 3 دسته‌بندی اصلی جای می‌گیرد که نه تنها آماری هشدار دهنده از میزان بالای طلاق است، بلکه درصد بسیار بالایی از رابطه‌های خارج از ازدواجی را که به جدایی می‌انجامد سبب می‌شود. این رابطه‌های مشکل‌دار عبارتند از رابطه آتشین، رابطه علی السویه، رابطه یک طرفه. رابطه آتشین رابطه‌ای است که شور و اشتیاقی شدید در آن وجود دارد. اما این شور و اشتیاق به طور یقین جلوه‌ای مثبت ندارد.
البته شور و اشتیاق مثبت همان حالتی است که وقتی رابطه را در بهترین حالت خود در نظر می‌آوریم به ذهنمان می‌رسد. اما وقتی میزان بالایی از شور و اشتیاق منفی وجود داشته باشد، از همان نوعی که در رابطه آتشین دیده می‌شود، نتیجه مقدار شدیدی خشم و عصبانیت و ناراحتی خواهد بود. چون این رابطه‌هایی در حد افراطیشان می‌تواند به رابطه‌هایی توأم با بدرفتاری و خشونت و حتی خطرناک تبدیل شوند. رابطه‌ای با شور و اشتیاق شدید که بدون آرامش یا دارای کمی آرامش باشد، هنوز هم می‌تواند، البته گاهی نه همیشه، عاشقانه باشد. در بسیاری از زندگی‌های زناشویی، پرشور و هیجان‌ترین رابطه‌های جنسی بعد از جر و بحث‌های آزاردهنده رخ می‌دهد. گاهی خشم جلوه‌ای از معاشقه برای برقراری رابطه جنسی پرشور را به خود می‌گیرد. علتش همین است که اغلب بعد از جر و بحث یا زد و خوردی آزاردهنده عذرخواهی صورت می‌گیرد و همین می‌تواند احساسی به وجود آورد که انگار مشکل برطرف شده است، که البته نشده است. مصالحه بین طرفین به احساساتی دلسوزانه، مهربانانه و پرشور و هیجان منجر می‌شود. از این رو اشتیاق منفی به اشتیاق مثبت تبدیل می‌شود. بخش تأسف‌آور قضیه این است که عوامل مسبب چنین خشم و عصبانیتی برطرف نمی‌شود. از این رو چنین الگویی می‌تواند تا ابد ادامه یابد. جالب این که بیشتر زوج‌هایی که از چنین الگویی پیروی می‌کنند اغلب درک نمی‌کنند که پاداش عمل جنسی به عنوان راه حلی برای جنگ و دعوا در واقع خود می‌تواند دلیل جنگ و دعواهای زیاد بعدی باشد. دسته دوم رابطه‌های مشکل‌دار هستند که به مرور به رابطه‌های علی السویه تبدیل می‌شوند. در این نوع رابطه‌ها بیشتر اوقات و البته نه همیشه شور و اشتیاق وجود ندارد. در حالی که شرایط زندگی می‌تواند برای همسران خیلی راحت باشد، ممکن است احساس یا اشتیاق جنسی کمی بین آنها وجود داشته باشد. گاهی آنها بدون خشم و عصبانیت از یکدیگر فاصله می‌گیرند یا حتی ممکن است بین آنها خشم وجود داشته باشد، مانند آنچه در رابطه آتشین بروز می‌کند. اما تفاوت در این است که هیچ گرایشی به بحث و جدل یا جنگ و دعوا با یکدیگر وجود ندارد. دلیلش هم می‌تواند به علت نوع شخصیت طرفین یا عدم وجود شور و اشتیاق باشد که شامل شور و هیجان منفی نیز می‌شود. در عوض رابطه به آرامی می‌میرد. به عبارت دیگر در چنین رابطه‌ای مغز زنده اما قلب مرده است. برخلاف رابطه آتشین که پرشور و اشتیاق ولی بدون آرامش کافی است که قلب زنده اما مغز مرده است. سرانجام به رابطه‌های یک طرفه می‌رسیم. در چنین رابطه‌ای یکی از طرفین اغلب با تلاش بسیار می‌کوشد رابطه را حفظ و اصلاح کند و موجب دوام آن شود. در رابطه یک طرفه یکی از طرفین می‌تواند به طور کامل احساس رضایت کند و تمام شور و اشتیاق و آرامش مورد نیازش را داشته باشد، در حالی که طرف دیگر احساس عدم رضایت و ناکامی می‌کند. در همه رابطه‌های مشکل‌دار مهم است که بپرسید چه احتمال بالقوه‌ای برای تغییر وجود دارد؟ اگر جواب این است که هیچ احتمالی وجود ندارد، سوال بعدی که باید از خودتان بکنید این است: آیا هنوز هم می‌خواهم در رابطه‌ام بمانم؟ در کدام حیطه‌ها مشکل دارید؟ حالا بیایید حیطه‌هایی را بیابیم که در آنها مشکل دارید. همکنون با چه مشکلاتی روبرو هستید که قابلیت تخریب رابطه‌تان را دارد؟ رابطه کنونی‌تان را در نظر بگیرید. فهرستی از مسائل و مشکلاتی که اکنون با آنها درگیری تهیه کنید. مشکلاتی که موجب شده‌اند به این فکر بیفتید که می‌توانید رابطه‌تان را نجات دهید یا نه. چه مسائل و مشکلاتی شما را به این نقطه از رابطه‌تان رسانده است؟ از چه زمانی مشکل ساز شدند؟ در ابتدا چه عواملی ممکن است موجب شتاب دادن به چنین شرایطی شده باشد؟ قلم و کاغذی بردارید و به این پرسش‌ها پاسخ دهید. اگر مطمئن نیستید در این مرحله چه چیزهایی باید بنویسید ایرادی ندارد.
در این فصل و فصل بعدی راه‌های بسیاری در اختیارتان قرار می‌دهم که جواب این پرسش‌های دشوار را کشف کنید. اما قبل از اینکه نظرم را درباره حیطه‌هایی که در آن مشکل دارید بازگو کنم، همین حالا قبل از اینکه به صفحه بعدی مراجعه کنید، مشخص کنید که در این لحظه رابطه‌تان را چطور می‌بینید. نوشتن این مطلب موجب می‌شود بعدها بتوانید به این برداشت اولیه‌تان مراجعه کنید. حیطه‌های مشکل‌زایی که به طور بالقوه تهدید کننده‌اند. ببینید کدام یک از موارد زیر درباره شما صدق می‌کند. آیا با کسی رابطه غیر اخلاقی دارید؟ آیا روابط جنسیتان ناکام کننده بوده است؟ برای مثال دیگر به همسرتان کشش جنسی ندارید؟ آیا قادر نیستید درباره مسائل مهم یا حیطه‌های مربوط به رابطه‌تان با یکدیگر گفتگو کنید؟ آیا بدرفتاری جسمانی عاطفی وجود دارد؟ آیا مسئله آزاردهنده یا مشکلی غیرعادی وجود دارد که قادر به رفع آن نبوده اید؟ که کل رابطه یا جنبه‌هایی از رابطه‌تان را که با آن مشکل نامرتبط است مسموم یا تضعیف کرده است؟ آیا یکی یا هر دوی شما به شدت یا به طرزی وسواسگونه حسود هستید؟ آیا اعتماد به همسرتان را از دست داده اید؟ آیا احترام به همسرتان را از دست داده اید؟ آیا رابطه‌تان دیگر منبع شادی و لذت برای شما نیست؟ آیا به نظر می رسد همسرتان همیشه از شما ناراحت است به نحوی که نمی توانید او را راضی و خوشحال کنید؟ آیا وابستگی یا نیازمندی شدیدی در رابطه وجود دارد؟ خب بیشتر از این کتاب در اختیار من نیست. امیدوارم که از این کتاب اگر خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید و به پرسش‌هاش جواب بدید که حتما بسیار لازم و ضروری هستش برای زندگی عاطفی همه ما انسان‌ها. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.